بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هوی درس عقیده امروز سحر را میگیریم. سحر را دانستن هم از عقیده است. حکم انجام دادن سحر جادو این کفر است، زیرا الله میگوید ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. به تحقیق شیطان ها کافر شدند، به مردم سحر و جادو را می آموزانیدند. سوره بقره. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله و السحر. از 7 گناه هلاک کننده دوری فرزید. یعنی اجتنبوا السبع الموبقات گفتن گپ دور باشید از 7 چیزی که شما را هلاک میگرداند. نه اینکه هلاک گرداندن مثلا شما وفات میکنید، بلکه این 7 چیزی که شما را با عقیدهتون هلاک میگرداند. شما همین رو اگر کنید شما از خارج اسلام، از خارج دین خارج میشید. برای همین پیامبر خبر دادن گفتن یکمش چی بود؟ شرک بالله. یکم شرک با الله آوردن. هر یک ما شرک رو میدونیم. دویمش سحر است. سحر جادو کردن این کفر بوده است. وقتی که همین عمل سحر را کنید شما خارج از اسلام میشید. برای من از این عمل، زیرا ساحر فقط دعوای غیب را میکند، سخنان آن را در علم غیب باور نمیکنیم. ساحر هر یک سخنش دروغ است، دعوای غیبی میکند. غیب را غیر الله سبحانه و تعالی دیگه کس نمیداند. الله میگوید قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله والارض الغیب الا الله. ای محمد بگو صلی الله علیه وسلم غیر از خداوند هر کسی که در آسمان ها و زمین است غیب را نمیداند. اینچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم در دیگر حدیث میگویند من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. کسی که نزد یک فالبین آید یا یک ساحرگر بیاید گفته های او را تصدیق کند، حقیقتا به آنچه که به محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده است کافر شده است. نازل یعنی چی است؟ به قرآن نازل شده است به پیامبر صلی الله علیه وسلم. این حدیث این حدیث به ما دلیل است که کسی که یک ساحر را رفته سخن او را بگیرد و تصدیق کند او کافر شده است. برای من ما دور باشیم از این خیل عمل ها. اینچنین الله میگوید و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. کلید غیب ها نزد خداوند است، غیر از او کسی دیگر آن غیب را نمیداند. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم غیب را نمیدانستند. برای من از این عمل دور باشیم. کسی که سحر شده باشد میتواند با علاجش میتواند با آیات های قرآنی و حدیث هایی که در این وارد شده است بخواند، ان شاء الله شفا می‌یابد. اما کسی که اعتقاد کند که من سحر شده هستم رفته از ساحر علاجش را می‌یابم، این خطا است و این داخل این آیات های حدیثی که ذکر کردیم داخل می‌شود. برای من مخصوص آیات ها هست در حق شفای سحر. اگر هر یکی سحر شده ها این آیات ها را بخوانند و ان شاء الله سبحانه و تعالی با سبب این آیات ها شفای کامل می‌دهد. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.